در نظر اول سینمای تاجیک گویی به جهانی شدن میاندیشد. شماره زیادی فیلم ها، نقشافران و کارگردان های نو به نو و سناریوهای دربه و پارگی شده نشان از رشد کینوی وطنی اند. اما متاسف با این همه حالات تنها از گالیوود حقارت، قنچختا چورداران میکنم، از بالیوود فانتاستیکا رقص و از روسوود سکس آموختند. تا صفت باشد هنوز هزارها چقریم راه مانده است. سینمای استقلال تاجیکستان هرچند بد نیست، اما به سطح میانه هم نرسیده است. چند دستاورد که با شرافت کارگردان‌های حرفه‌ای نایل شده ایم، گل در انبوه خارها را میماند. چرا شما راه ما را محکم میکنید؟ در این بخش یکجا دنبال حقیقت چند فیلم تاجیکی خواهیم رفت. نخست از ساختکاری ها آغاز میکنیم. من هم زندگی کردن میخواهم. من هم زندگی کردن میخواهم. اساسی ترین مشکل فیلم های تاجیکی طبیعی بازی نکردن بیشتری قهرمان های آن است. برای من فرقی ندارد که در کجایم، چی میخورم، چی حال دارم و چی میپوشم. برای من مهم آن است که در هر صبح نو چشمم که گشوده شد اول رینازنین رو ببینم. دیدی؟ اکنون با گفته من قایل شدی؟ ها؟ که تو تنها عاشقی. برای تو دیگر مهم نیست که باقی زندگی در بیشتری موارد این مشکل را دوبلش دهچند میکند. زندگی میکنند با فکر شما دل پاک دارند. این معنی رمزی دارد عزیزم. من هم با همین معنی میگویم. در کنسرت با بینظیر اجازه دادی که سرود خواند. سلام نورعلی، هر روز با امید دیدن روی تو و صحرا میبرایم. شاید عشق کسی دیگری تو رو شیدا کرده باشد. اگر نه رومالچه‌ام را طوری به جیبت گذار که شیشیله هایش نمایان باشد. بعضن حتی به جای خود هنرمندان حرفه‌ای که صدای خوب و به خودشان خاص دارند، دیگر کس صدا می‌دهد. کجا سراسه مایی؟ همه یک جا میریم. ای نصیحتمان یا ای بوزی برا موزی تو رای بوزی میبرورم. و اکنون درباره به یکدیگر موافقت نکردن کادرها. زندگی یکی از اولین فیلم‌هایی است که در آن از تکنولوژی کامپیوتری فراوان استفاده شده است، اما متاسفانه خیلی ناموفق. سوژه فیلم نوترس چنین است: هواپیما در راه به سوی تهران سقوط کرده به صدمه دچار می شود. آنهایی که از این صدمه جان به سلامت میبرند در گرمای تابستان و آن هم روزانه گلخن میگیرانند. این پسرک گویا باری اول عرق می نوشد، اما چنان با هنرانه گویا یک اون می نوشیده باشد.
و چند نکته دیگر از فیلم نشان زندگی. حادثه های این فیلم سالهای شوروی به وقوع می پیوندد. اما رقم اتوبوس شوروی، سمکه و پیجکش خطایی است. دیرکتور مکتب شوروی در کرسی راحتی حاضر زمان میشیند. روچکه و روچکدان، میز و مبل های اتاق مدیر معارف هم حاضر زمانند. در ماشینی که رقم شوروی دارد دیسک CD آویزان است. در فیلم های تاجیکی دشنام و حقارت های بالاخانه‌دار هم جایگاه ویژه دارند. خیر بازور چی گپ؟ با سرت اومدم. آدم حکومتی ها پیشکش کردی قانچق تا بابایو. و قانچق تا چورداران میکنم. موچه خیرسا گوش کنه که چی میگم. ای پگاه یگام تاد بیرمول دا درس نمیشینی. و مناسبت های محرمانه و بانوهای اوریان پوش نیز برای فیلم های تاجیکی بیگانه نیستند. این دفعه تشنه بودم. این همه قطره از بحرند. با امید شهرت جهانی حداقل منطقه‌ای یافتن سینمای تاجیک تا هفته دیگر خدا نگهبانتان.